بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول، قسمت اول گروه هشتم واردات و صادرات هستیم. دوستان خیلی خوش آمدید و امیدوارم که در پایان این دوره انشالله به اون مسیری که میخواید برسید و اون نتیجه‌ای که میخواید از این کار بگیرید. با هم همکاری خواهیم کرد انشالله. یک مسیر رو شروع کردیم و انشالله نتیجه خوبی خواهیم گرفت. خب بیایم بپردازیم به تجارت بین الملل و اصولا ببینیم که واردات چی هست و صادرات چی هست و از مبنا و از مبانی کارمون رو شروع بکنیم. ببینیم ما واردات و صادرات رو به این شکل تعریف میکنیم، میگیم خرید یک کالا از یک قلمرو گمرکی و فروشش در قلمرو گمرکی دیگه اصولا به معنی تجارت بین الملل است. حالا در این تجارت بین الملل مثل یک خیابان دو طرفه یک مسیر دو سویه وجود داره و سمت اول که خرید یک کالایی در یک قلمرو گمرکی غیر از کشور خودمون باشه و وارد کردن و ترخیصش به کشورمون رو میگیم واردات، و مسیر مخالف یعنی خرید یک کالایی در کشور خودمون و صادرات و فروشش در کشور دیگر رو میگیم صادرات. این دو مسیر فقط به شکل این که جهتشون با هم فرق داره، با هم متفاوتن و اینکه یک مقداری صادرات فرایندش ساده تر از فرایند واردات هست و در واقع به لحاظ بوروکراتیک مراحل خیلی کمتری داره و یه مقداری در مقابل این فرایند مقاومت وجود نداره در هیچ کشوری. اصولا کشورها برای ارز آوری و واردات ارز به کشورشون تمایل زیادی دارن و این در واقع باعث میشه که خیلی تشویق کنن بحث صادرات رو. در بسیاری از کشورها ما جایزه های صادراتی داریم و اصولا صادرات ها معاف از مالیات هستند. صادرات هیچ نوع حقوق عوارض نداره، هیچ نوع مالیات نداره، در صورتی که از اون طرف واردات باید حقوق عوارض پرداخت کنید، مالیات پرداخت کنید و قصه های این چنینی. بنابراین واردات فرایندی سخت‌تر از صادراته و علت این که در کشور ما واردات خیلی بیشتر از صادرات در واقع اجرا میشه و افراد دنبالش هستند مسائل در واقع داخلی است، به این معنی که ما در بحث واردات تقاضا خیلی زیاد داریم و خیلی ها دنبال کالاهای وارداتی هستن، حالا به علت پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و یا اصولا نبود برخی از کالاها در داخل، و در مقابل بازار صادراتی نه تنها خب یک مقداری بحث بازاریابی و فروش هست و رقابت درش خیلی زیاد هست و کشورهای دیگه دارن با قیمتهای بهتر با ما رقابت میکنن، یک مقداری هم بی‌نظمی‌های داخلی باعث شده که بحث صادرات انقدری به اندازه واردات داغ نباشه. خب ما برای اینکه درک درستی پیدا بکنیم از مسیری که شروع کردیم و در واقع ببینیم که کجا اومدیم و من توضیحی به شما بدم، اینطور عرض میکنم که فرایند واردات و صادرات مثل یک شهر بزرگه که صدها کوچه و پس کوچه داره و شما میتونید در هر کدوم از این در واقع بخش‌های شهر برای خودتون کسب درآمد بکنید و شروع کنید به کار کردن و پول در بیارید. اینطور بهتون بگم، مثال مقایسه میخوام بزنم، مقایسه میخوام بکنم، یک کسب و کار رو مقایسه میکنم. مثلا فرض کنید که شما یک
سوپرمارکت در واقع راه انداختید و میخواید یک کسب و کار را بندازید. خب به هر صورت یک مینیموم هایی داره، یعنی شما باید یک مغازه اجاره کنید، یک سری جنس باید بخرید و بیای از ساعت مثلا 5 صبح یا 6 صبح بیای شروع کنی به کار کردن و تا ساعت 12 شب اونجا باشی که کسب و کارت بچرخه. و اگر هر کدوم از اینا نباشه شما توانایی کار تو این زمینه رو نخواهید داشت. یعنی اگر مغازه داشته باشید جنس نداشته باشید عملاً هیچی نمیشه. و موارد مشابه با این، در صورتی که بحث بازرگانی بسیار بسیار متنوع. من سال 1382 به عنوان مترجم یک شرکت وارد شرکتی شدم. یعنی یک شرکتی نیاز به مترجم داشت برای مدیر عاملش و علتش هم این بود که مدیر بازرگانیش انقدر سر شلوغ بود فرصت نمیکرد که مثلا بیاد بشینه یک قراردادی رو خط به خط برایشون ترجمه بکنه و ایشون به من گفتش که آقا بیا توی شرکت من این قراردادی که مدیر بازرگانی میده من میخوام امضا کنم برای من ترجمه کن من بفهمم اینا چی هن. انگلیسی بلد نبود. من شروع کردم به کار کردن و یواش یواش علاقمند شدم به این کار. خیلی کار هیجان آوریه و این یواش یواش باعث شد که من هی تیکه تیکه یاد بگیرم، اینا تو ذهنم حک بشه و به همین شکل به مرور طی 1 سال 1 سال و نیم من کار بازرگانی رو دست گرفتم. بعد از این مدت شدم در واقع معاون اون مدیر بازرگانی، از در واقع بخش ترجمه اومدم بیرون رفتم شدم معاون بازرگانی و بعد از یه مدتی هم ایشون شرایط بهتری پیدا کرد توی شرکت دیگه، ایشون رفتم جای ایشون شروع کردم به کار کردن. سال 85 بله 85 یا 84 بود، من خارج از اون شرکت اولین قراردادم رو بستم برای یه شرکت دیگه به عنوان یه پروژه خارج از شرکت و اون موقع من یادمه که 1 میلیون تومان دستمزد گرفتم و خب خیلی برای من شیرین بود، چون تا اون موقع مثلا حقوق من بود مثلا ماهی 180,000 تومان. یه دفعه یه پروژه گرفتم طی مثلا 2 ماه جمعش کردم شد 1 میلیون تومان برای من درآمد و این به من انگیزه داد و شروع کردم کارهای بیشتر کردن و خب هم آدم در واقع پر انرژی بودم هم خیلی کنجکاو بودم، دنبال کار میرفتم و یواش یواش هی این کارا اتفاق افتاد ادامه پیدا کرد. با شرکت پژو کار کردم، با شرکت رنو کار کردم تو اون سیستم و هر روزی از هر کسی یه چیزی یاد گرفتم و این دنیای بزرگ رو به واقع تازه فهمیدم کجا اومدم. سال 87 من شروع کردم برای خودم کار کردن و شرکت تأسیس کردم تا به امروز. عرضم این است که انقدر جای درآمد داره از کسایی که سورسینگ انجام میدن. الان تو تهران من شاگرد دارم که فقط داره سورسینگ انجام میده، یعنی یه کالای رو بهش میگن آقا فرض کن یه خانم البته بهش میگن خانم برو این کالا رو برای ما پیدا کن، ایشون میره وقت میذاره مثلا قرارداد اومده میگه 10 میلیون تومان، میره وقت میذاره یه ماه و نیم کار میکنه، بعد مثلا میاد میگه آقا من فرضاً رفتم با 100 تا سورس مذاکره کردم، با 50 تا سورس مذاکره کردم، با 20 تا سورس مذاکره کردم، از این همه 20 30 40 تایی که بوده من فیلتر کردم رسیدم به 3 تا. این 3 تا رو میشه باشون کار کرد و بعد شروع میکنه پرفورم گرفتن و بعد میگه قسمت دوم پروژه شروع میشه دیگه، بعد میشه پروژه واردات. این خودش یه شغلی الان تو تهران سورسینگ. و شما مثلا تو خونت نشستی پشت کامپیوترت نشستی و داری برای یک سری شرکت‌ها سورسینگ انجام میدی و اون شرکت نیاز نداره که بیاد بابت شما بیمه پرداخت کنه، شما هم نیاز نداره خودتو به یه شرکت محدود کنی، در این حال داری برای 5 تا شرکت کار میکنی، از 5 تا شرکت داری پول میگیری. بعد میریم سمت ثبت سفارشی ها، کسایی که ثبت سفارش میگیرن، کسایی که مجوز میگیرن، کسایی که شرکت حمله هستن. من شاگرد داشتم سال 8 همکلاس آقای پورجولا بود، نه فکر کنم 1 سال قبل از آقای پورجولا بود اگه اشتباه نکنم. ایشون یه
تلفن نوکیای از این قدیمی‌ها داشت. بعد اومد سر کلاس گفت آقا من فقط با حمل و نقل کار دارم، من با هیچ کار ندارم، نه ترخیص میخوام یاد بگیرم نه ثبت سفارش میخوام یاد بگیرم، فقط به من بگو که حمل و نقل رو کی کار میکنی، من اون چند جلسه رو میام سر کلاس. ایشون اومد سر کلاس، دانشجو بود. بعد از یه مدت من دیدمش، شاید مثلا یه سال بعد از دوره، حال و احوال رو چیکار میکنی، این گوشی رو از جیبش در آورد گفت با این گوشی ماه 5 تومن دارم در میارم. سال فکر کنم 96 بود یا آره شاید 96 95 بود. گفت با این گوشه دارم ماه 5 تومن کار میکنم. گفتم یعنی چی؟ ایشون میرفت تو بازار بزرگ تهران، بعد میرفت به این تاجرها میگه آقا من کار حمل و نقل انجام میدم. از تاجرها خورده بار میگرفت. مثلا یه تاجر 2 تا پالت جنس خریده بود، یه تاجر 5 تا پالت جنس خریده بود، اینا رو همه رو میگرفت، یه پالت میرفت با شرکت هم رزرو میکرد، مثلا پالت رو یه کانتینر رو با شرکت هم رزرو میکرد مثلا $2200، بعد میومد به اینا یه جوری میفروختش که براش مثلا $2800 داره، $2700 داره، $500 $600 این وسط سود این آقا بود. اون تاجر میخواست خودش بره از شرکت هم قیمت بگیره، براش گرونتر در میومد، ایشون میرفت رزرو میکرد. یعنی انقدر جای کار داره، بیمه کردنش، حمل کردنش، ترخیص کردنش، مجوز گرفتنش، حمل داخلیش، همه اینا. حتی شما فرض کنید که من سال 80 نه سال 92 بود، سال 92 که آقای احمدی نژاد اون قصه های نمیدونم ما هسته‌ای داریم و این حرفا رو مطرح کرد، من اون موقع تقریبا میشه گفت 4 سال یا 5 سال بود که شرکت داشتم. بعد یه دفعه شلوغ شد، 90 بود، یه دفعه شلوغ شد و بعضی از ثبت سفارش رو بسته شد و ارز دولتی اومد و ارز آزاد اومد و اون موقع ارز دولتی میدادن 1050 تومان به وارد کننده، ارز آزاد بعد میرفت میگرفت 2450 تومان بود. تقریبا میشه گفت 2 برابر رو یه مقداری برای تاجر فراهم می‌کرد. یه آقایی توی شرکتی مدیر عامل خیلی شرکت بزرگی بود، بعد ایشون یه سری میلگردهای مخصوص میخواست وارد کنه برای تولید کردن ارزم به خدمت شما که ریل های قطار، اون تیک های سیمانی زیر ریل قطار یه میلگردهای پیشتنیده‌ای داشت، میرفت داخل اون که اون بتونا محکم بشه. شب عید بود، من قشنگ یادمه، من ثبت سفارش برای ایشون گرفتم، توی ثبت سفارش به ایشون ارز آزاد دادن، ارز دولتی ندادن، یعنی گفتن شما باید برید 2400 تومان خرید کنید. بعد ایشون دیگه خوردیم به تعطیلی، ایشون رفتش تا 15 فروردین به من زنگ زد، گفتش که آقا برو فردا این ثبت سفارش رو بزن با ارز آزاد که من بارام بخرم بیارم. یا آدم مسنی هم بود، خیلی هم عصبی و تند مزاج بود. بعد خب من گفتم که آقا اجازه میدید من تا فردا زور به من تا فردا 10 به من فرصت بده، من ثبت سفارش چیز برات میگیرم، ثبت سفارش ارز دولتی برات میگیرم. باورتون نمیشه من پشت فرمان نشسته بودم، این شروع کرد به من فحش دادن پشت تلفن، عصبی شده بود. بعد کلی به من دعوا کرد که من 14 روز عید رو با خودم ور رفتم، خودم رو راضی کردم که بیام با ارز آزاد بخرم، باز تو اومدی یه چیزی انداختی وسط، دوباره همه چی من ریخت به هم. گفتم آقا شما تا فردا ساعت 10 صبح به من فرصت بده، من اگه ارز دولتی گرفتم که گرفتم، اگه ارز دولتی نگرفتم فردا ساعت 11 قیمت ها میاد بیرون دیگه، ارز آزاد ساعت 11 شما بیا با ارز آزاد بزن، اگر گرفتم نگرفتم بیا با ارز آزاد بزن. من رفتم تو تعرفه ها دستکاری کردم، گشتم ببینم با چه تعرفه‌ای میتونم اینو ثبت سفارش کنم بیارم، یه تعرفه رو جابجا کردم و زدم و ارز دولتی دادم ساعت 10. یه دونه یه همکارم ایشون داشت که قبلا با هم همکار بودیم، با من فرستاده بود توی وزارت صنایع، ما ثبت سفارش گرفتیم و پرینتش رو گرفتیم آوردیم، ایشون تو بانک منتظر ما بود، تو بانک کارآفرین. من موقعی که رسیدم ثبت سفارش با ارز دولتی به ایشون دادم، هم خودش هم رئیس بانکه پا شده بودن سر پا نگاه می‌کردن ببینن واقعا من ارز دولتی گرفتم یا نه، یعنی باورشون نمیشد.
من یادمه که اون سال عید سال 90 بود، ایشون 5 میلیون تومان من شیرینی داد. 148 میلیون تومان به نفع خودش شد. یعنی 148 میلیون تومان تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد بود. مورد دیگه ای بود همینطور برای ترکیه انجام دادم، نزدیک 160 میلیون به نفعشون شد. ایشون 7 میلیون تومان فقط من دستمزد داد. ببینید یه کاریه که اگر قلقش دستتون بیاد، کنجکاو باشید، برید دنبالش، بگردید، با عشق بگردید کار کنید، خیلی چیزا توشه. اصلا بحث پولیش چیا؟ من خودم شخصا یه آدمی هم که یه جا بند نمیشم. من الان 18 سال تو این شغل دارم کار میکنم. یعنی همیشه تو این شغل کار کردم به علت هیجان انگیز بودنش، به علت اون تنوعش. من از بعض سیب زمینی وارد کردم تا زرافه. زرافهایی که توی ایران وارد شد که توی باغ بخش صفا داشتن، اولین زرافه‌های ایران رو من وارد کردم. از ایران شیر صادر کردم، به شیر جنگل ها، نه شیر خوراکی، شیر جنگلی صادر کردم پاکستان. سبزیجات، قارچ، یعنی انقدر طیف گسترده‌ای داره این کار که واقعا من به جد بگم، من الان یه دوست قدیمی دارم توی کویت داره کار میکنه که بعضی از کارهای صادراتی بچه‌ها صادراتی کار میتونن بکنن، با ایشون هماهنگ میکنن میفروشن برای ایشون کلا کارش میوه‌جات و سبزیجات. الان 2 نسله، ایشون نسل دومه که دارن تو سبزیجات کار میکنن. فقط کارشون اینه که از بیرون از کویت سیب زمینی و نمیدونم موز و پرتقال و زردآلو، آلوچه و هندونه فقط میخرن میبرن تو کویت میفروشن. یک قلم این کالاست، یک قلم. خیلی تنوع داره و برای هر آدمی با هر وضعیتی شرایط کار داره. یعنی اینجور نیست که من بگم آقا من الان یه سوپرمارکت میخوام بزنم، آقا نه من تا مغازه نداشته باشم مثلا باید برم فرض کنید که 1 میلیارد تومان 500 میلیون تومان پول پیش مغازه بدم، از اون طرف باید برم 3-4 میلیارد تومان پول، 2 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان، 500 میلیون تومان، اصلا 200 میلیون تومان پول جنس بدم. بعد نمیدونم باید خودم از 5 صبح برم وایسم در مغازه تا ساعت 12 شب تا بتونم پول در بیارم، تا بشم تازه کاسه. بعد از 1 سال 2 سال اون مغازه که اجاره کردم رو بندازم رو بورس، بکنمش سوپرمارکت، بعد صاحب مغازه بیاد بگه آقا من میخوامش برای پسر بچه‌م، پسر نمیدونم برادرم، پسر خواهرم. کاریه که از پشت میز تو خونه، تو بازار، تو سازمان صنعتمند تجارت، همه جا میتونین انجام بدید. واقعا همه جا میشه انجامش داد. و من الان توی ترکیه 1 سال و نیم ما تو قرنطینه بودیم، تقریبا میشه گفت 1 سال 1 سال و نیم تو قرنطینه بودیم. من با تلفنم از تو خونه پول در آوردم، یعنی از تو خونه تکون نخوردم، فقط تلفن زدم. یه باری اومده گمرک ترکیه، ترخیصکار رو فرستادم، رفته ترخیص کرده، تلفنی حملش رو هماهنگ کردم، تلفنی پولش رو زدم به حساب من، تلفنی پولش رو زدم به حساب ترخیصکار. یعنی تمام این فرایند تلفنی بوده. از تو خونه، از دم در خونه پامون اون طرفتر نذاشتم و با تلفن پول در آوردم. حالا منظورم از این توضیحات این بود که خیلی راه در واقع شاخ و برگداریه، خیلی راحت اگر اراده بکنید و جرأت داشته باشید و نترسید و کنجکاو باشید میشه از این راه پول در. بریم ببینیم که اصل قضیه چیه. من یه جزوه‌ای دارم امروز شروع کردم با آپدیت کردنش، یعنی یه سری تغییرات داریم که توی هم سامانه ها هست، هم یه سری موارد دارمش اضافه میکنم. الان شیر میکنم، با هم میخونیم، پیش میریم، ولی احتمالاً براتون فردا پی دی اف رو میذارم توی گروه که همتون داشته باشید، چون به روز نکردم در واقع الان فایلش رو نمیذارم، میذارم برای بعدا، برای فردا. خب اینم فایل 1401. خب اجازه بدید من برم شیر کنم. خب واردات صادرات رو گفتیم، قلمرو گمرکی. خب میرسیم به این قلمرو گمرکی. تعریفمون این بود که آقا من واردات و صادرات در مجموع، یعنی خرید یک کالا در یک قلمرو گمرکی،
و فروشش در یک قلمرو گمرکی دیگه. البته این فرآیند واردات و صادرات باید از طریق در واقع مجاری رسمی اتفاق بیفته و در غیر این صورت میشه قاچاق. دیگه بحث واردات و صادرات نخواهد بود که قاچاق در هر مملکتی به عبارتی می شود گفت ضربه مستقیم به اقتصاد داخلی مملکت. علتش چیه؟ علتش اینه که یک مملکتی برای اینکه بتونه کالاهای تولیدی خودش رو بفروشه باید برای وارداتش حقوق عوارض بگیره و قیمت تمام شده کالای وارداتی رو کنترل بکنه. حالا اگر این اتفاق نیفته ضربه بخوره به تاجر، ضربه بخوره به بدنه بازار و ادامه داستان. و فرایند قاچاق در هیچ مملکتی و در هیچ کشوری پسندیده نیست و طبیعتا اون سیستم با این در واقع قاچاق مبارزه خواهد. حالا ببینیم قلمرو گمرکی یعنی چی. دوستان قلمرو گمرکی قسمت‌هایی از خاک کشوره که شما برای بردن کالا به اون نقاط باید حقوق عوارض پرداخت کنید. حالا این قسمت قلمرو گمرکی یا به عبارتی قلمرو سیاسی کشور ما یه حفره‌هایی توش هست، یعنی یه جاهایی از کشور مشمول قلمرو گمرکی ما نمیشن. مثل کجا؟ مثل مناطق آزاد، مثل مناطق ویژه صنعتی، مثل مناطق آزاد تجاری که عرض کردم. به اینا میگن منطقه آزاد به عبارتی که جزء قلمرو گمرکی نیستن. به چه معنی؟ یعنی مثلا شما میخواید یک کالای تولید کنید، مثلا کرم مای، مثل خیلی از شرکت‌های دیگه. کرم مای کلن سایت تولیدیش توی منطقه ویژه سلفچگانه نزدیک قم، یعنی تماما اونجا تولید میشه. حالا چرا رفته اونجا وسط بیابون؟ عرضم به خدمت شما که شما وقتی توی منطقه آزاد باشید یا توی منطقه ویژه اقتصادی باشید، برای وارد کردن مواد اولیه کارتون تا حد 60%، البته 60% مواد اولیه و ماشینالات نیاز به پرداخت حقوق عوارض گمرکی ندارید و دقیقاً قوانین خارج از مرز اونجا جاریه. یعنی چی؟ یعنی مثلا کرم مای اونجا داره تولید میکنه، خب طبیعتاً اون تیوبش و اون پلاستیکش و اون ظرفای پلاستیکیش و همه اینا داخل کشور خودمون ارزون تره، چون ما پتروشیمی داریم، مثلا ترکیه نداره، ما پتروشیمی داریم. قطعات پلاستیکی و ملزومات پلاستیکی توی ترکیه تقریبا میشه گفت 3 برابر قیمتش تو ایرانه. چرا؟ چون اینا پتروشیمی ندارن، ما داریم. پس بنابراین توی کشور خودمون ارزون تره. بعد میایم یه سری مواد اولیه دیگه داره، مثلا حالا اون بیس اصلی کرم رو داره و میان اون تیوب و اون ملزومات اولیه‌اش رو از ایران وارد میکنه. ببینید وقتی میگم از ایران وارد میکنه به این علت که اون منطقه در واقع ویژه خارج از قلمرو گمرکی ماست دیگه، انگار که داریم به اونجا صادر میکنیم. بعد میاد یه سری مواد اولیه از خارج از کشور وارد میکنه بدون حقوق عوارض، اونجا تولید انجام میده و بعد چیکار میکنه؟ بعد از اینکه تولیدش تمام شد، بسته‌بندی شد، میاد انگاری که ایشون توی کشور خارجیه این کالاشو وارد میکنه به کشور. ولی اون چیزی که یعنی اگر قرار بود ایشون بره از مثلا ترکیه، ایشون بره مثلا از چین، اون کرم رو وارد کنه، مثلا باید 50% حقوق عوارض پرداخت میکرد. ولی چون اون ورده توی ایران در منطقه ویژه کار کرده و اون مناطق محروم رو کارگراشو برده سر کار و میاد بابت اون چیزی که قرار بوده 50% پرداخت کنه میاد 5% پرداخت میکنه. و کلا توی سامانه‌های دولتی اینا یه جایگاه ویژه‌ای دارن، مثلا میگن سامانه ثبت مناطق آزاد، نمیدونم صادراتشون، وارداتشون، همه تو سامانه جامعه تجارت اونجا ثبت میشه. حالا این ببینید چه اتفاق جالبی افتاد. من تقریبا میشه گفت
6 سال پیش 5 سال پیش، آره، چون من 3 سال ترکیه هم 2 سال، آره 5 سال پیش من رفته بودم منطقه ویژه سلفچگان، یه دستگاه چاپ آورده بودیم می‌خواستیم ترخیص کنیم، برای قم آورده بودم. بعد رفتم تو دفتر معاون فنیش، یه آدم بسیار بسیار خوش‌رو خوبی بود. بعد دیدم یه چند تا چینی نشستن، هولوش مثلا 25 6 سال 30 سال، اینا از چین پا شده بودن اومده بودن اینجا، میخواستن تو منطقه ویژه سلفچگان زمین بخرن، کارخونه تأسیس کنن، جنس تولید کنن بدن داخل ایران. از چین پا شده بود اومده بود میخواست توی منطقه ویژه سلفچگان تولیدات انجام بده. چینی از اون طرف دنیا اینو پیدا کرده اومده. خیلی از تولید کننده های ما هنوز نمیدونن چنین مناطقی وجود داره، اصلا مزیتش چیه، اصلا چیکار میتونیم بکنیم. تا چند سال پیش مناطق آزاد ما مثل اروند، مثل انزلی و مناطق آزاد دیگه، چشم آقای صالحی یه لحظه بحثم کامل بشه در خدمتتون هستم، تا چند سال پیش میتونستن خودرو می آوردن، خودروی مستعمل می آوردن. مثلا فرض کنید که یه دونه سانتافه تو ایران بود مثلا 200 میلیون تومان، یه دونه داشبوردش رو می‌خواستی بخری باید 10 میلیون تومان پول میدادی. اون میرفت امارات یه دونه سانتافه می‌خرید مثلا کلش رو میداد 20 میلیون تومان مستعمل، می آوردش تو منطقه آزاد، اوراقش میکرد، داشبوردش رو میداد تو ایران مثلا 2 میلیون تومان، موتورش رو میداد 5 میلیون تومان. میدیدی اون ماشینی که خرید از امارات 20 میلیون تومان آورده براش 80 میلیون تومان پول در آورد، 60 میلیون تومان پول در آورد. یعنی استفاده کردن از شرایط خیلی خیلی میتونه کمک کنه. آقای صالحی بفرمایید. ببخشید آقای سماوادی، بحث منطقه ویژه که فرمودید فقط برای حالتی که بحث تولید حالا یا اصطلاحاً کارآفرینی رخ بده، یعنی این نیست که بتونی مثلا محصولات فراوری شده رو اونجا وارد کنی بفروشی، اینجوری نیست که، درسته؟ ببینید ما دو جور منطقه آزاد داریم. منطقه آزاد تجاری داریم مثل اروند و انزلی، منطقه ویژه اقتصادی داریم و صنعتی. منطقه ویژه آزاد مثل اروند و انزلی شما اصلا حق تولید نداری، یعنی شما باید یه محصول تمام شده ای رو وارد کنی، بعد اونجا بیای خورد خورد بفروشی، بعد کار فراوری روش نمیتونی انجام بدی. یعنی دقیقا همه حرفی که شما داری میزنی منتها با یه قسم اونوری تری. یعنی شما در مناطق آزاد نمیتونید، مناطق آزاد تجاری نمیتونید که یه کالایی رو بیارید توی اون منطقه بعد روش یه کاری انجام بدید بعد بیاد بگه آقا من اینو آوردم روش تولید انجام دادم. نه، اونجا اصلا چنین چیزی نیست. برای محصولات خارجی فقط کالای آماده میارید به صورت عمده، بعد خورده فروشی میکنید. مثل نزدیک مرز ارمنستان من رفته بودم برای صادرات گوزن سرخ رفته بودم. یه منطقه آزادی هست به اسم عرس، منطقه آزاد عرس. بعد ببینید وسط کوهی وارد میشین، یه دفعه یه گیت داره نوشته منطقه آزاد عرس. بعد میری داخل میبینی اصلا یه بهشتی از پاساژ اینجا، پاساژهای بزرگ. اینا کارشون اینه میرن کالا میارن تو اون پاساژ نگه میدارن، مثل فروشگاهه. بعد شما خورد خورد میری، شما مثلا مغازه دار میری مثلا صندوق عقب ماشین تو پر میکنی، مثلا 5 تا 6 تا کارتون میخری میاری، بعد میرن تو شهر میفروشن. توی مناطق آزاد تجاری مثل عرس، مثل اروند، مثل انزلی فقط کالای تمام شده تجاری میاد. ولی در مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی کالای تجاری نمیاد، فقط دستگاه کالایی میاد آلاتش که میاد، بله. دستگاه آلاتش میاد اون نه مثلا. اصلا چه ماشینالات بیاد و هر کالایی بیاد باید در اون منطقه یک فراوری روش انجام بشه. درست. من یه دوستی داشتم هنوزم دارم، یکی از دوستای خوبمه توی یکی از مناطق آزاد. بعد ایشون چیکار میکرد؟ ایشون من بار اول رفتم یه کالایی رو ترخیص کنم، موقعی که رفتم تو دفتر ایشون یه بخشی از گمرک کار میکردش. بعد به من گفتش که اتکلون نمیخوای؟ من همینطور هنگ کردم، اتکلون اینجا؟ گفتش که آره من تو منطقه آزاد میارم بعد اینجا میفروشم. من یادمه یه اتکلونی هست که بهش میگن چی افغان سیاهه، یادم نیست. من تو بازار تهران قیمت کرده بودم 850,000 تومان.
بعد ایشون به من داد بلک افغان اگر اشتباه درسته؟ آره من اصلش رو از ایشون گرفتم 480,000 تومان اصلش. یعنی ایشون از این شرایطی که داشت، خب درک درستیه دیگه، میرفت اینا رو میخرید از امارات، دوستش براش میخرید میورد منطقه ویژه، کار خلافی هم نمیکرد. بعد به من مثلا مراجعه کننده میگه آقا نمیخواد، یه دونه به من میفروخت، یه دونه به همکارم میفروخت، یه دونه به اون یکی میفروخت. این براش شده بود تجارتی. دقت میشه آیه سماواتی عمده مثلا از منطقه آزاد که نمیشه عمده بیاری داخل حالا غیر آزاد؟ نه اگر سطح تجاری پیدا بکنه، مثلا فرض کن همون منطقه آزاد اروند یا انزلی دیگه کانتینری بشه، اون وقت باید حقوق عوارض پرداخت کنید. ولی مثلا در مورد اون منطقه ویژه مثلا فرض بفرمایید که میشه ماشینالات نمیدونم تولید گرانول مثال بازیافت بیاری. بله. بعد دیگه وقتی وارد چیز میکنی، اون حالا قلم روی دیگه میکنی، اصلا حقوق نمیخواد بدی یا کم باید بدی، درسته؟ ببینید شما فرض کنید که رفتید توی منطقه ویژه سلفچگان، یه دونه سوله خریدی، یه دونه زمین خریدی، سوله هم نخریدی. واردات سوله مستعمل به ایران ممنوعه. خب یعنی الان یکی بیاد مثلا از ترکیه بخواد سولاهای مستعمل ترکیه رو یا سولاهای مستعمل عراق رو بیاد بخره وارد ایران کنه، به عنوان سوله نمیتونه واردش کنه. شاید به عنوان قراضه آهن بتونه واردش کنه، ولی به عنوان سوله نه. ولی شما حتی میتونی بری سولت رو از مثلا امارات بخری وارد کنی، در صورتی که حتی نوعش هم ممنوعه. چون ما در ایران ساخت سوله داریم و ساخت داخل داره. وارد کردن سوله از هر کشوری به منطقه به سرزمین اصلی ممنوعه، ولی به منطقه آزاد قابل انجامه. یا مثلا واردات خیلی از ماشینالات که دست دومش کلا به سرزمین اصلی ممنوعه، به منطقه آزاد میتونید انجام بدید، منطقه ویژه صنعتی. حالا از این مبلغ، یعنی فرض کنید که یک کارخونه 100% تجهیزات اگه در نظر بگیریم، شما 40% رو باید از ایران بخری، 60% رو میتونه از بیرون بخری. دقت فرمودین؟ بعد میاری مواد اولیه تو کانتینری وارد میکنی، تولید میکنی، میفرستی ایران. بعد در این حال از همونجا میتونی صادر کنی خارج از کشور. بعد دوباره از ایران صادر کنی. آره. الان خیلی از کارخونه‌ها دارن این کارو میکنن، خیلی. یعنی هر روز داره آگاهی بیشتر میشه. الان منطقه ویژه کاوه هست نزدیک تهران، همه شهرها نزدیکشون یه دونه منطقه ویژه وجود داره، یعنی برای همه استان‌ها این وجود داره. بس برای بیشتر استان‌ها قابل کاره. حالا بعضی وقتا ممکنه شهرستانایی که ازش دور باشه، ولی کن همه جا وجود داره. تهران شاید بالغ بر 8 تا داره اطراف تهران. این آیه سماواتی اراضی، حالا که اراضی که منطقه ویژه هستن قیمتی هم هستن یا نه مثلا قیمتش نسبت به اراضی منطقه‌های صنعتی غیر ویژه هم مناسب‌تره، قیمت برقش مناسب‌تره، قیمت آبش ارزان‌تره، امکاناتش در واقع طوری امکانات گذاشتن که طرف تشویق بشه بره. شرایطش بهتره نسبت به بیرون. یعنی اگر شما مثلا بخوای بری توی شهرک صنعتی اطراف تهران جا بگیری، شاید قیمت زمینش 2 برابر قیمت منطقه ویژه باشه. بعد آیه سماواتی مثلا ما اگه اومدیم یه ابزاری، یه دستگاهی وارد مثلا منطقه ویژه کردیم، حالا مثلا همین گران‌آلودساز، بعد این دیگه ما هیچ کارش نمیتونیم کنیم، مثلا یه وقتی تصمیم گرفتیم این حرفه رو بذاریم کنار، رو دستمون باد میکنه یا چجوری؟ شما میتونی واردش کنید توی مملکت، پول حقوق عوارضش رو پرداخت کنید، یا میتونی بفروشیش به خارج از ایران. دستگاه گرانولساز از ضایعات دیگه، یعنی تبدیل ضایعات به گرانول. آره پت چه میدونم پلیپرو پی پی. آره من کار کردم با اون دستگاه. باش توی پاکستان برنج تولید میکنن. برنج آره اون نشاسته رو میکنن توی اکسترودر. لیست مناطقش رو سایت مناطق ویژه اقتصادی وجود داره، اونجا برید لیستش هست. یکی از دوستان سوال پرسید. نشاسته رو با یه سری ترکیبات خاص وارد اکسترودرش میکنن، بعد از اکسترودر میاد بیرون، میره به صورت از توی تیکه شانه‌ای میره داخل، رشته میشه، بعد انتهای رشته رو یه جوری میبرن که عین برنج میشه. این برنجایی که
یه مدت گفتن که این برنج نیست و این برنج مصنوعیه و فلان و اون، دقیقاً راست میگفتن. من عکس دستگاهش هم دیدم، دقیقاً همون دستگاهی که ما زایاتو میاریم میریزیم توی اکسترودر، آب میکنیم، بعد دوباره میکنیم گرانول، اونا باش برنج درست میکنن. نشاسته ها، یعنی همون ترکیبات برنج میفته، اصلا آب نمیخواد دیگه. آره هیچ قصه خاصی داره ولی کن آره. بله میشه، شما دستگاه رو میارید، بعد یه مدت کار میکنید، خواستی بفروشیش میفروشیش داخل ایران، حقوق عوارض رو پرداخت میکنی، نخواستی میفروشیش خارج از ایران، باز میشه در واقع برعکس کار اولی که کردی. درست. پس اینو میخوام توضیح بدم. هدفم از توضیح دادن اینا میخواد بهتون یاد بدم که همه اینها کیس درآمدیه. حالا اگر برید توی این مناطق ویژه، برید یه سر بزنید تو گمرکش، میبینید با 50 نفر دارن اونجا کار میکنن، ترخیصکار هست، نمیدونم کسایی که گزارش ها رو انجام میدن، اظهار میکشن، حمل و نقلیه، نماینده بیمه، همه اونجا دارن تو هم میلونن کار میکنن، درآمد دارن. یعنی کارهای بسیار متفاوتی درونش هست. خب اینم از توضیح منطقه آزاد. ما بیایم فرآیند واردات و صادرات یه توضیح با هم بدیم، تک تک اینا رو بررسی کنیم. دوستان برای اینکه یه موقع صدای حالا محیط منزلتون توی دوره نیفته، دقت کنید که میکروفونتون رو میوت بکنید. بعضا داشتیم مواردی که حالا مسئله پیش اومد. خب فرآیند واردات یک فرآیند 5 مرحله‌ایه. فرآیند صادرات هم به همین شکل. منتها عرض کردم فرآیند صادرات یه مقداری تسهیل شده است و راحت تره. الان جزوه رو دارید می‌بینید ولی خط شعرش نیست. اجازه بدید من یه بار دیگه شیر کنم. خب ما فرآیند وارداتمون شامل 5 مرحله است. تحقیق بازار رو پیدا کردن تامین کننده است. بعد مرحله بعد میشه مکاتبات و درخواست قیمت و مذاکره و قرارداد. بعد میشه ثبت سفارش و امور بانکی و نقل انتقالات بانکی و صرافی و ارز نیمایی و گرفتن همین تخصیص ارز و همین قصه ها. بعد حمل کالا و بیمه‌اش، حمل بین المللیش، و بعد در نهایت ترخیص کالا. در فرایند صادرات همین فرایندها رو داریم، منتها برعکس. ما اول بازاریابی و مشتریابی میکنیم که بعد در مورد صحبت خواهیم کرد که بازاریابیش چجوریه، چیکار باید بکنیم و چه اتفاقاتی باید بیفته. بعد شروع مکاتبات و پیشنهاد قیمت و مذاکره و قرارداده. بعد امور بانکی و نقل انتقالات بانکی است که در شرایط فعل الان فرمالیته است و اصولا صادر کننده ها ارزشون رو از طریق بانک نمیارن و از طریق صرافی ها به صورت آزاد میارن، چون دولت برش میداره نمیده. بعد میشه حمل و بیمه کالا. البته حمل و بیمه کالا قراردادش اینجا اتفاق میفته، چون اصولا ما بعد از ترخیص کالا در صادرات حمل رو انجام میدیم، منتها حمل کالا و بیمه قبل از اینکه کالا بره گمرک باید این کاراش هندل بشه. بعد ترخیص کالا به یه شکلی تو دل حمل و بیمه است، به لحاظ فرایندی توی قسمتش ترخیص کالا شروع میشه، ترخیص صادراتی شروع میشه و بعد ادامه حمل کالا. این میشه فرآیند واردات و صادرات. حالا بریم در رابطه با تحقیق بازار صحبت بکنیم و پیدا کردن تامین کننده مناسب و بازاریابی در صادرات. ببینیم که این دوتا فرآیند، این دوتا قسمت مرحله رو چیکار باید انجام بدیم. ارزم به خدمت شما که علت این که دولت پولو نمیده اینه که دولت ارز کم داره و اعتقاد داره که ما اگر کالای رو صادر میکنیم بیایم ارزش رو بفروشیم به دولت و با یک مبلغ آقای جهانگیری بفروشیم یا به مبلغ نیمایی بفروشیم. مثال میزنم. ببینید شما یه کالای رو رفتی صادرات انجام بدی، مثلا حساب کردی گفتی آقا دلار الان 28 تومنه، بعد گفتی دلار 28 تومنه، پیش خودت حساب کردی گفتی خب دلار 28 تومنه، من اگر این جنس رو بفروشم $10 مثلا میشه دونه 280,000 تومان. بعد با
قیمت ریال و همه این دنگ و فنگاش مثلا برای من در میاد دونه مثلا 24 تومن، دونه مثلا دونه 240 تومن، دونه 40 تومن به من سود میرسونه. رو حداقلا داری کار میکنی دیگه، یعنی داری سعی میکنی که مشتری پیدا کنی و سود کم بکشی و جنس رو بفروشی. ترکای مثل دارن میگن که یک هرچی کم باشه از صفر بیشتره. یعنی گاهی وقتا ما تو کارمون باید اینو در نظر بگیریم. حالا شما اینجوری میشه کتاب میکنید، میگه آقا من میخرم 240 تومن بعد میفروشم $10 با حمل و همه چی برام تمام شد 240 تومن، من دادم مثلا $10 شد 280 تومن، 40 تومن برای من سود داد. بعد میای میری چیکار میکنی شما؟ خب تازه کاری و یک اصل و مبنایی از نظر صادراتی تو ذهنت هست، میای میری یه دونه حساب ارزی باز میکنی توی مثلا یه بانکی، بعد میای میری بارو صادر میکنی، به اون آقای فروشنده میگه آقا پولو بزن به فلان صرافی، اون صرافی هم میگه آقا پولو بزنم کجا؟ میگه آقا بزن به حساب ارزی مثلا من در بانک مثلا اقتصاد نوین یا مثلا صادرات یا هر جا یا ملت. پول شما به صورت ارز میاد میره توی حساب ارزیتون در بانک ایرانی. بعد میری یه روز کچلوارتون میپوشی خیلی شیک میری مثلا میگه آقا من صادرات کردم پول منو بدین، میگه آقا میزنن رو ماشین حساب، میگه آقا مثلا یه جوری حساب میکنی میبینی مثلا تو برات در اومد 25 تومن، یعنی جنس 250 تومن شد یا کمتر 240 تومن شد. چرا؟ چون شما محاسباتت رو ارز آزاد کردی، ولی اینجا داره $1 شما رو به جای اینکه 28 تومن بخره 23 تومن میخره، 22 تومن میخره. خب شما ضرر کردی در واقع. به این علت الان فرایند صادرات برگشت ارزش از طریق بانک اتفاق نمیافتد، یا به جاش جنس میارن یا میدن صرافی توی ترکیه توی امارات، به صراف توی امارات میگن آقا ریال به من بده، ایشون هم میگه آقا یه شما شوا من بده، مثلا دلار 28 تومنه، من 27800 برات میذارم، دلار 27800 یه کمیسیون برمی‌داره دیگه، پول ریالشو میزنه به حساب شما. این میشه فرآیند صادرات فعلی. ولی قبل از اینکه این بحران ارزی پیش بیاد و ما مشکل ارزی نداشته باشیم اینجوری نبود. شما یه حساب بانکی داشتی، صادرات انجام میدادی، پولش میومد به حساب بانکی، بعد جایزه صادراتی داشتی، نمیدونم صادر میکردید، اجر و قربی داشتی. ولی الان این مقداری شرایط فرق کرده و به علت اون مسائلی که توی بحث‌های ارزی داریم مقدار سخته. آقای نعیمی بفرمایید. استاد عذرخواهی می‌کنم وقتی کلاس خواهش می‌کنم بفرمایید. وقت کلاس وقت شماست. راه داشتم که زنده باشین ان شاءالله. اینکه الان من یه جنسی رو صادر میکنم، اون طرف میخواد از صرافی مثال پول منو بریزه به بانک من، یهو مثلا 1 میلیارد پول میاد به حساب من اینو چجوری باید برای دولت توجیه کنم؟ این پول از کجا اومده؟ چون مالیات ها دیگه سالانه شده، شما باید بری نشون دولت بدی که این پول از کجا اومده و اگر ثابت شه که درآمد صحیح بوده که هیچی 25% رو باید بدی دولت، ولی اگر ثابت شه درآمد ناصحیح بوده باید به دولت پس بدی این پول. این قانون امسال تصویب شد تا اونجایی که میدونم. الان این پولی که میاد مثلا حالا 1 میلیارد به حساب ما، چجوری اینو توجیهش کنیم که صادر کردیم؟ اگه مدارک ببریم که صادر شده نمیگه آقا مثلا چرا نمیدی که ما بفروشیم؟ چرا ببین الان این کارو میکنن کسایی که البته تا یک در واقع مبلغی، چون الان دیگه توی ایران مثلا 1 میلیارد تومان، 2 میلیارد تومان، 5 میلیارد تومان دیگه شده پول یه دونه آپارتمان مثلا 60 متری 70 متری. این مبالغ زیاد در واقع زیر ذره بین نیست و میشه برای اینا، حالا خیلی دارن سندسازی میکنن، ولی که مبالغ سنگین‌تر بله اونها دچار مشکل میشوند و باید از طریق در واقع سیستم رسمی این کار انجام بدن. برای صادرات‌های خرد این مسیر جواب میده، ولی برای صادرات‌های سنگین اینا میان چیکار میکنن؟ در واقع میان ارز رو بیرون نگه میدارن. خب میان ارز رو بیرون از ایران نگه میدارن، به اون نفر در واقع
خریدار میگن که آقا ارز رو حواله نده یا اصلا حواله بده، از طریق صرافی پولو میگیرن. خب حتی اگر شده مثلا چون بعضی از صرافی ها الان مثلا صراف من در ترکیه، خب میای پلوی من، مثلا صراف من تو ترکیه، من بهش میگم چی؟ میگم آقا مثلا $25000 پولی آقای اومده، این میخواد تو تهران کش بگیره. خب شما پولت میاد به حساب این صراف توی ترکیه، بعد میری میدون فردوسی تو صرافی نمایندهش میگه آقا اونجا پول من کش بده، اونجا $25000 به پول کش میده. دیگه مسائل بانکی نداری، در واقع واردات به حساب این حرفا نیست، یعنی نه کش میدی کش میگیری. این مثلا برای چنین مواردی. بعد مثلا موارد بعدی شما صادر کننده ای، شما مثلا پاکشومایی دیگه، الان شما مثلا حسین سماواتی نیستی که مثلا 2 تا کانتینر مثلا هندونه فرستاده کلش مثلا میشه $20000 میشه $15000. شما پاکشومایی بزرگی نمیتونی قایم کنی دیگه، شتر سواری اینجا دیگه دلار نداره تا وقتی که مثل سماواتی داره، ولی از اون به بعد دیگه نمیشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ شما میگی که من کالامو صادر میکنم، ارزتو میگیری. حالا یا ارزت که بیرونه جنس وارد میکنی، یعنی میری به یه شرکتی میگی که آقا مثلا من الان فرضاً شوینده صادر کردم ولی شرینگ پک میخوام، نمیدونم ظرف میخوام، نمیدونم مواد اولیه میخوام، میای از این ارزت برای وارداتت استفاده میکنی، به این میگن واردات در مقابل صادرات. یا اظهارنامه صادراتی داری، خب شما صادر کننده ای، اظهارنامه صادراتی داری، پولت هم ظاهرا بیرونه چون پول گرفتی ولی ردی ازش نیست. خب پول گرفتی به هر شکلی، نقدی، نمیدونم کش، به هر شکلی. بعد میای چیکار میکنی؟ میای به وارد کننده میگه آقای وارد کننده من اظهارنامه صادراتی دارم، بهش میگن لاشه صادراتی اصطلاحا. میگه آقا من لاشه صادراتی دارم. وارد کننده میاد لاشه صادراتی شما رو میذاره توی اسنادش به عنوان واردات در مقابل صادرات. بعد شما مثلا اون موقع ارزتو گرفتی 27800، از این دلاری 500 تومنشون میدی به این وارد کننده. خب میگه آقا این 500 تومن برای تو، برای اینکه من ارزمو نفروشم 23 تومن، 500 تومن به تو میدم، 27 و 300 گیر من میاد، 500 هم مال تو. اون میاد از لاشه صادرات شما برای وارداتش استفاده میکنه. اینجوری دیگه رفع تعهد خواهد شد. یعنی شما عملا دیگه با بانک مرکزی ارز بده کار نیستی، کوتاش صادراتی یا لاشه صادراتی. بعد این مسائل رو ما این چنین در واقع این چنینی داریم حل می‌کنیم. دوستان نیستیم، من میخوام بهتون بگم بخندین. من توی ترکیه که اومده بودم خواهش می‌کنم، من توی ترکیه که اومده بودم، من مثلا میرفتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با واردات، میگفتن مگه شما تحریم نیست؟ بعد میگفتم کاره یه زیمنس میفروخت، نمیدونم پنل های چیز میفروخت، زیمنس میفروخت، پنل های چی بهش میگم PLC میفروخت، از این کارهای زیمنس. بعد به من گفتش که آقا مگه شما تحریم نیستین؟ گفتم که چرا؟ گفت خب من رفتم تهران پرش قطعات زیمنس، پینا کجا میاد؟ گفتم برادر ما 40 سال تحریمیم، 45 سال تحریمیم، 45 ساله داریم زندگی میکنیم. یعنی اگه قرار بود ما با این حرفای شما و این تحریما بیایم بشینیم زمین که تا الان گشنگی مرده بودیم. که ما داریم کار میکنیم، یه روشهایی رو ما ابداع میکنیم. برای واقعا دارم میگم شما توی گمرک ترکیه یه دونه بار بیار بده دست ترخیصکار، خب اگه 10 تا برگه میخواد، از این 10 تا برگش یه دونش یه جای ایراد داشته باشه، بارو میذاره زمین، میگه من نمیکنم، کار من نیست. ما بار میاد، من بار اومده دستگاه چاپ، ترخیصکار قبلیشون رفته اسنادشون رو پاره پاره کرده، یعنی مثلا ازشون باج خواسته بود، گفته بود که آقا باید 20 میلیون تومان بدین، حالا بارو توافق کرده بود 2 میلیون پول بگیره، اسناد که رسیده بود دستش یه مقدار کارو پیش برده، گفت آقا باید 20 تومن دیگه بدی، یارو نداده بود دیگه، آقا باید چی بده؟ برداشته بود تمام سندا رو ریز ریز کرده بود ریخته تو گمرک رفته بود. نه هم یکی از دوستان داره پیام میده، بارو کلا منهدم کرده بود. من دوباره رفتم سند درست کردم و بارو آوردم بیرون. یعنی یه کارایی ما میکنیم توی
ایران که قاموس هیچ کدوم از اینا اصلا نیست، اصلا ندیدن. حالا این کارا و این قصه های این چنینی زیاد داریم. حالا در ادامه در مورد این روش ها و مسیرهای کار کردن بیشتر توضیح خواهیم داد. دوستان یه استراحت 10 دقیقه‌ای بکنید، من دوباره میام خدمتتون. قسمت اول کلاسمون تموم شد. قسمت دوم کلاسمون 10 دقیقه دیگه دوباره به همین شکلی که شروع کردیم استارت میزنیم. فعلا خدا نگهدار تا 10 دقیقه بعد.